وحديث هفتد هفتم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعدة قط أشد مما غضب يومئذ فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليوجز فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة. حضرت ابو مسعود انصاری بدری الله تعالی از ایشان راضی شود میگن که یه مرد به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم اومده گفت که یا رسول الله من به نماز بامداد دیر میکنم از سبب فلان امام مسجد ما برای آنکه به نماز طولانی میخواند. یک معناش این است که خفتن طولانی میخواند بعد ما خواب به سیر نمیشیم. یک معناش بامداد طولانی میخواند برای همین دیر کرده میبینم که پیش از رکوع دریافت کنم. ما روزی جمعه امام مسجد ما هم در رکعت یکم سوره سجده میخواند، یعنی یکونیم رو هست، 3 رو، یکونیم ورق 3 رو هست. در رکعت دوم سوره هل اتی میخواند، یعنی 2 رو تقریبا. بچه ها میگوید که بیایید کمتر دیرتر رویم که امروز جمعه مقصد امام دراز میخواند، کمتر دیر رویم تا اینکه میگوید امام خواند. این آدم هم به پیامبر صلی الله علیه و سلم سوال داد که من به نماز بامداد دیر میرم از سبب اون که فلانی طولانی نماز میخواند. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم غضب کرد. راوی حدیث میگه که یگان مراتبه ندیدم که پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی موعظه غضب کرده باشند چنین غضب. وقتی وعظ، وقتی پند و نصیحت گفتن غضب کردن. بنابراین امام بخاری باب الغضب فی الموعظه گفتن در کتاب علمی صحیح بخاری، باب آیه غضب کردن هنگام موعظه، یعنی هنگام درس دادن، هنگام پند گفتن. امام حق غضب کردن دارد؟ استاد عالم حق غضب کردن دارد یا ندارد؟ دارد، چون که پیامبر صلی الله علیه و سلم غضب کردند. ما رأیت النبی صلی الله علیه و سلم غضب فی موعظه قط اشد مما غضب یومئذ. از همین روز دیده یگان بار سخت غضب کردنشان را ندیده بودم. سپس گفتند که ای مردم، در بین شما شخصیت ها است که مردم را از مسجد میگریزاند، از دین میگریزاند. منفرین، نفرت پیدا میکنند در قلب مردم. این دلالت میکنه که آدم عالم، امام، طالب علم، دعوتگر دین مقدس اسلام را چه خیلی که هست همون خیلی بیان کند تا اینکه در دل مردم نفرت پیدا نشود از این دین. این دین همش خیر است، همش کمال است، همش نیکی به مردم. یک اون معیده در این دین چیزی نفرت کننده نیست، چیزی بد نیست، همش برای فایده مردم است. فقط این درست فهمیده، درست فهماندن لازم است. این منکم منفرین، در بین شما شخصیت های است که مردم نفرت پیدا میکند به این دین، به این نماز و به این مسجد. فایکم اما الناس فلیوجز، کدام از بین شما اگر امامتی کنند نماز کوتاه خواند. فإن من ورائه کبیر، چون که در پوشش آدم پیران سال است، و ضعیف آدم کم قوت است، نمیتونه برداشت کنه این قدر آسیستاده. و در حاج آدمی کاردار هست، در بعضی روزها بیمار هست، فرزنددار هست. حق آنها باید رعایت کرده شود. و اگر یکیشون برای خودش خواند چقدر خواهد دراز خواند. همین کار عکسش میبینیم. سنت خواند، اگر 1 دقیقه نشده 2 رکعت سنت میخواند، بعد نماز با مردم امامتی کند طولانی میخواند. یعنی امام های نعوذ بالله چه خیلی که وصف کردن در آخر زمان یک امام های میبیاد که شما از وی راضی نیستید. بنابراین امام ها باید از الله تعالی ترسن، نماز مردم را محافظت کنند، نماز مردم را درست ادا کنند و حق مردم، حق مسجد، حق نماز را ادا کنند. این حدیث ها دلالت به بزرگی های دین مقدس اسلام میکنند. اصل این حدیث معاذ است. حضرت معاذ خفتن را آمده همراهی پیامبر صلی الله علیه و سلم در مسجد نبوی میخواند. سپس به چاروا نشسته و چارپا به مسجد قبا میرفتند. 5 کیلومتر با خر، یعنی تقریبا 30 دقیقه وقت میگیره. خفتن خواندن، لیکن رفته به مردم قبا امامتی میکردن و سوره بقره را شروع کردن.
ثانی یک آدم سلام داد خودش نماز در پشت یک ستون الهیده خواند و رفت و حضرت معاذ اینو حس کردن و گفتن که کی این کارو کرد؟ گفتن فلان. گفتن که منافق است. ببینید حضرت معاذ در رکعت یکم سوره بقره خوانه. اون بقره دو نیم پاره است. در رمضان هم در 3 روز میخونن بقره را، در 20 رکعتی در 60 رکعت میخونن بقره را، نخود در یک رکعت خوانی. با خودشون نماز خفتن همراه پیامبر صلی الله علیه و آله خواندگی است. این نماز برای معاذ نافله، برای قوم فرض است. بعد اون آدم وقتی که این خیل کرده رفت و این منافق گفتن آمده شکایت کرد. بعد پیامبر صلی الله علیه و آله معاذ تنقید کردن: یا معاذ افتان انت یا معاذ، ای معاذ تو مگر فتنه‌گری؟ ببینید کسی که نماز طولانی خوانده است با مقصدی ثواب، هر یک حرف قرآن 10 ثواب گفته، نماز طولانی خوانده است. اون سوره بقره حفظ کردنش خودش یک کاری آسان است. و در نماز خطا نکرده، در نمانده، همش خواندن 24 رو. ولی در یک رو امام غلط میکنن، در یک سوره ارایت الذی در نماز شام میگذارد خطا میکنن، یک سوره قل یا ایها الکافرون خطا میخونن، سوره بقره 24 صحیفه همش خواندن با مقصدی نزدیک شدن به الله تعالی. خفتن خواندگی هستن در مسجد نبوی و در قبا آمدین میخواه اجری عظیم گیرن. لیکن پیامبر صلی الله علیه و آله چی گفتن؟ این منکم منفرین، در بین شما شخصیت هاست که مردم نفرت دین پیدا میکنند. افتان انت یا معاذ، مگر تو فتنه‌گری ای معاذ؟ هلا قرأت بسبح اسم ربک الاعلی، و سبح اسم ربک الاعلی خوانی نمیشد و شمسی و ضحاها را خوانی نمیشد و لیلی و الضحی را خوانی نمیشد. برای چی بقره میخونی؟ بعد گفتن که کسی اگر امام شد سوره‌های کوتاه خواند و مردم وزنی نکند. ولی بعضی حدیث ها که پیامبر صلی الله علیه و آله طولانی خواندن چه خیلی فهمیم؟ میگن که برای آنکه اون جماعتی محدود بود، پیامبر صلی الله علیه و آله اونها رو میشناختن و آنها میخواستن که نماز طولانی شود. آنها لذت میبردن از طولانی نماز. در این حالت ها پیامبر صلی الله علیه و آله طولانی میخواندن، لیکن اکثر احوالشان در نماز جماعت در مسجد کوتاه میخواندن. بنابراین بعضی صحابه گفتن که فما رأیت احدا اتم صلاة ولا اخف صلاة من رسول الله صلی الله علیه و سلم، یگان کس را ندیدم که نمازش پرترین و سبکترین باشد از رسول الله صلی الله علیه و سلم. هم پره، هم سبکترین، هم پرترین، همه رکناش در جاش، ولی نماز سبک است. این خیلی نماز در غیر رسول الله صلی الله علیه و سلم ندیدم. ببینید برادران، این حدیث هایی که قرائت کردیم و شرح دادیم 3 4 5 6 7 حدیث شرح دادیم، همش درباره امامت با همین کتاب امامت در کتاب عمدة الاحکام به پایان رسانیدن. در این یک جمله از مسئله های امامت را ما و شما با خبر شدیم و این مسئله ها را خاصتا شخصایی که امام هست و شخصایی که معموم هست و در جماعت نماز میگذارن و نماز جماعت به قول اکثر علما واجب است، باید هر یک بنده مسلمان این مسئله ها را داند و از الله سبحانه و تعالی علم نافع و عمل صالح پرسان هستیم. والله تعالی اعلم و صلی الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.